بیت کوین چیه و چه کسانی در ایران در حال استخراج اون هستن؟ بحث بیت کوین توی ایران خیلی داغ شده و محاسن و معایب بیت کوین رو توی این ویدیو میخوام بهتون بگم. آیا میتوان بیت کوین رو از یک تهدید به یک فرصت بدل کرد؟ اگر دوست دارید که توی این حوزه اطلاعات بیشتری کسب کنید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون دوست دارم در مورد خود بیت کوین، استخراج بیت کوین و اینکه توی ایران چه قوانینی برای بیت کوین وجود داره باهاتون صحبت بکنم. من مهری هستم و شما به یکی از ویدیوهای کانال کاکتوس نگاه میکنید. من هر هفته ویدیوی در مورد سرگرمی، دونستنی‌های علمی و تکنولوژی روز منتشر میکنم. اگر این موضوعات رو دوست دارید و تا حالا کانالم رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو بکنید. ممنون میشم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. تا چند سال پیش هرگاه صحبت از جوینده، استخراج و معدن به میون میومد، ذهن ما به سمت طلا میرفت و جویندگان این فلز با ارزش. اما این روزها برای استخراج طلا نباید حتما راه دور و درازی پشت سر گذاشت. برای استخراج طلای دیجیتال میتوان هر جایی بود. توی مسجد، مدرسه، سوله‌های بزرگ یا گاوداری‌ها و واحدهای صنعتی تعطیل. موضوع داغ این روزها توی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ایران هم تلاش برای استخراج طلای دیجیتال یا بیت کوین یا همان ارز دیجیتاله. اما بیت کوین چیه؟ بیت کوین در حقیقت بزرگترین بانک بی دفتر و دستک و غیر متمرکز جهانه. به این معنی که می توانید تراکنش‌های مالی را بین دو طرف در هر جایی از دنیا انجام دهد، بدون اینکه نیازی باشد این دو نفر به هم اعتماد داشته باشند و بدون اینکه نیاز به هیچ واسطه‌ای باشد. برای اولین بار تراکنش‌های مالی بدون نیاز به هیچ نهاد سوم یا نهاد واسطه‌ای انجام می‌شوند. بیت کوین می‌تواند به صورت بسیار مؤثر و بدون اختلال در شبکه این کار را تا زمانی که ماینرها تراکنش‌ها را تایید بکنند انجام بدهد. ماینرها اونهایی هستند که بیت کوین‌ها رو استخراج می‌کنند و خون رو توی رگ‌های شبکه می‌دمند. یعنی هر چقدر ماینرها بیشتر باشه، شبکه امن‌تر و باثبات‌تر هست و اطمینان بیشتری هم به شبکه میشه کرد. بیت کوین رو چگونه استخراج میکنن؟ بیت کوین در حقیقت الگوریتمی هست که اساسش رمزنگاری است. الگوریتم بیت کوین به ماینرها در برابر حل یک سری مسائل ریاضی جایزه میدهد. هرچه شمار بیت کوین های منتشر شده بیشتر شود، این مسائل ریاضی سخت‌تر میشوند. با توجه به اینکه رقابت بین ماینرها هم بالاتر می رود و تعداد بیشتری به عنوان استخراج کننده به شبکه می پیوندند، الان به توان فنی خیلی بیشتری نیاز است تا برای استخراج بیت کوین در اختیار شبکه بلاکچین قرار بگیرند. اما در سال 2009 توان فنی خیلی بیشتری نیاز نبود. شاید اگر با کامپیوتر شخصی کار میکردید، یک فول نوید بیت کوین رو در پس زمینه اجرا میکردید و میتونستید در مدت کوتاهی بیت کوین ماین کنید. اما الان بیشتر طول میکشه، توان فنی و طبعاً سرمایه گذاری بیشتری هم میخواد. استخراج بیت کوین با برق ارزان یا مجانی. استخراج ارز دیجیتال این روزها توی ایران به یک منبع درآمدزایی تبدیل شده که ظاهراً بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی رو هم درگیر کرده. در حال حاضر توی ایران 16 میلیون دلار بیت کوین توسط کاربران ایرانی خرید و فروش میشه و از این نظر در رتبه 29 جهانی قرار داره. اونچه که در روزهای گذشته سر و صدای زیادی درباره ارز دیجیتال به پا کرده، رشد استخراج ارز دیجیتال با بهره‌گیری از انرژی برق ارزان توی ایرانه که صدای مسئولان و به ویژه وزارت نیرو رو درآورده بود. اونها میگفتن که تولید هر بیت کوین معادل مصرف متعارف سالیانه 24 واحد مسکونی متصل به شبکه تهرانه. به گفته برخی از مسئولان توی ایران، بسیاری از استخراج کنندگان ارز دیجیتال به صورت غیر مجاز با استفاده از تعرفه‌های برق کشاورزی، صنعتی یا خدماتی به صورت غیر مجاز در حال استخراج ارز دیجیتال هستند. در گزارشی که توی سایت‌های داخلی منتشر شده، شیراز و زنجان توی صدر جدول قرار گرفته بودند. قوانین ایران در مورد بیت کوین چی میگه؟ آیا
استخراج ارز دیجیتال توی ایران قانونیه یا غیر قانونی. وضعیت قانونی این ارزها در ایران کاملا روشن نیست. سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که به کارگیری بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوعه. پیش از اون اما وزارت ارتباطات از پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتال کشور توسط پست بانک و عرضه اون به نظام بانکی برای تایید خبر داده و وزارت صنعت از استخراج ارز مجازی به عنوان یک صنعت نام برده. انفعال در زمینه قانونگذاری حوزه ارز دیجیتال و مشخص نبودن ممنوعیت یا قانونی بودن این فعالیت در ایران موجب شده کسانی که قصد فعالیت در این حوزه رو داشتن به نوعی با سردرگمی روبرو بشن. بانک مرکزی هنوز موضع رسمی خودش رو در قبال نحوه برخورد با ارزهای دیجیتال مشخص نکرده و گفته میشه که پست بانک وظیفه راه‌اندازی این ارزهای بومی رو بر عهده گرفته و قرار ضوابط اونها هم تا پایان سال مشخص بشه. آیا ایران میتونه از این فرصت استفاده بکنه؟ با بالا گرفتن تبع استخراج ارز دیجیتال توی کشور، کم نیستن مسئولانی که توی این کشور معتقدن باید بیت کوین رو قانونی و فعالیت در این عرصه رو از یک تهدید به یک فرصت تبدیل کرد. اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس توی مصاحبه‌ای با ایسنا گفته بود که بانک مرکزی باید به این سمت بره که به افرادی که قصد تولید این ارز مجازی رو دارن مجوز بده تا اونها تحت نظارت سازمان‌های رسمی فعالیت خود رو آغاز کنند. به گفته اون با این روش و با اختصاص تعرفه ویژه برای برق مصرفی این حوزه میتوان از این راه برای کشور درآمدزایی کرد و بیت کوین رو با اتخاذ سازوکار خاص میتوان به یک فرصت تبدیل کرد. کارشناسانی هم هستن که میگویند ایران با توجه به اقلیم و فضاهای مناسبی که برای ماینینگ داره باید به سمت حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بره. احسان نورزی تو این مورد میگه اگر اینقدر اوضاع رو به بازار سیاه نمیکشاندند و فضا واقعا رقابتی بود، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی هم فراهم میشد. اگر ایران هوشمندانه تر توی این زمینه برخورد میکرد، به این معنی که نیروگاه‌های خورشیدی و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر رو راه مینداخت، میتوانست به کشوری مهم در این عرصه تبدیل بشه. به نظر او مسئله فقط استخراج بیت کوین نیست. این کارشناس معتقد بود که عرصه بلاکچین و تکنولوژی‌های مرتبط با آن عرصه نوپاییه و اتفاقات زیادی در سالهای آینده تو این حوزه خواهد افتاد. به همین خاطر تربیت متخصصان و فراهم کردن امکان تعامل متخصصان با کسانی که خارج از مرزهای ایران مشغول فعالیتند و فراهم کردن امکان ظهور و بروز یک اکوسیستم سالم اقتصادی پیرامون این ماجرا میتواند فرصت بزرگی برای ایران باشد. همانطور که گسترش فضای استارتاپ ها میتوانست فرصت بزرگی برای ایران باشد، ولی ما از این فرصت خیلی استفاده نکردیم. ما ایران را در منطقه داریم با این همه منابع و استعداد در زمینه‌های مختلف، اما کشور پیشرو در منطقه خاورمیانه در زمینه استارتاپ‌ها و همینطور امنیت دیجیتال اسرائیل، نه ایران. ولی بیت کوین با محیط زیست چه میکنه؟ برای استخراج بیت کوین نه تنها مصرف بالای انرژی نیاز است، بلکه به خنک کننده‌های عظیم یا فعالیتی در محیطی با دمای پایین نیاز است، چرا که در پروسه استخراج بیت کوین گرمای زیادی تولید می شود. ایسنا می نویسد استخراج ارز دیجیتال 500 مگاوات در ساعت برق مصرف می کنه که به اندازه یک نیروگاه برق است. با توجه به مصرف عظیم انرژی برای تولید بیت کوین، این پرسش مطرح می شود که خروجی مصرف این انرژی در کنار بیت کوین برای محیط زیست چیه؟ آیا انرژی تولید شده مهار نشده و دستگاه‌هایی که از رده خارج می‌شوند و پیوسته آپدیت شده و دستگاه‌های تازه‌ای جای اونها رو می‌گیرن خطر بزرگی برای محیط زیست به شمار نمی‌روند؟ احسان نوروزی معتقده در بحثی که پیرامون اثرات استخراج بیت کوین و مصرف برق بالا و پیامد آن برای محیط زیست است، باید گفت کسانی که طراحان این شبکه بودند یا از مبلغان بلاکچین هستند، به هر حال با ایده بسیار انقلابی برای حذف واسطه‌ها آمدند و معتقدند هر جا واسطه هست می‌شود آن را برداشت و مسئولیت آن واسطه را به کد واگذار کرد. به همین خاطر خیلی از این کارشناسان معتقدند هزینه‌ای که برای استخراج بیت کوین می‌شود هزینه‌ای است که دنیا دارد برای یک انقلاب بزرگ تکنولوژیک می‌دهد و در مقایسه مصرف برق بیت کوین با تمام بانک‌هایی که در سراسر جهان این همه دفتر و تشکیلات دارند و برای بقای آنها
این همه هزینه می شود ناچیز است. در واقع بانک ها نهادهای واسطه‌ای هستند که فقط مثلا ارتباطات مالی من و شما رو انجام میدهند، تضمین میکنند و سود میبرند. یعنی ما به آنها اعتماد میکنیم و بخشی از دارایی‌های زندگی ما را در اختیار آنها قرار میدهیم و آنها همه نوع کار اقتصادی با پول به سختی درآمده ما میکنند و هیچ سودی به ما نمیدهند. بلاکچین آمده بگوید این عصر به سر آمده و شما میتوانید این کار را خیلی راحت بدون واسطه انجام دهید. اگر واسطه قرار است سودی ببرد، تمامی اعضای شبکه هم باید در آن سهیم باشند. در واقع آمده است که با انحصار مالی در سراسر جهان مقابله بکنه و تازه در ابتدای راهه. مثلا اینترنت در دهه 90 کسی نمیدونست که چه وقت ایربی‌ان‌بی ها، فیسبوک ها و اوبر ها ظهور خواهند کرد. این مسئله رو باید درباره تحولات در حوزه بلاکچین در نظر داشت. امیدوارم این ویدیو در مورد بیت کوین براتون مفید بوده باشه و من قبلا ویدیوهایی هم در مورد ارزهای دیجیتال درست کردم که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم تماشا بکنید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.